غذا درست کردم بلد نیستم دیگه، چیکار کنم دیگه؟ شکم پر کنی درست میکنم. موقعی که میخوام به خودم برسم غذا درست کنم میگه خدا نفرینم کرده. بلد نیستم خود چیکار کنم؟ بیچاره ماهیتابه چه زجری میکشه، انصافا دیگه دهنش سرویس شد این ماهیتابه. خب من زمانی هم که مثلا مردم این ماهیتابه رو میگم با هم دفن کنن، نسل‌های بعدی میان اونجا مثلا با دستگاه نقطه زن میان رد میشن، دید صدا میدن ها اینجا گنجه، یه 10 متر 20 متر حفاری میکنن تا میخورن به این ماهیتابه من، میبرن این با قلمو از خاکاشو میدن کنار. این فکر کنم مال 200 سال پیشه، یعنی باهاش شیا درست کردن اینا رو، میبرن برای خودشون ابله ها میذارن تو موزه. بعد منم مثلا بعد 200 300 سال دوباره متولد شدم